محمد جانی. بخواهم بر شما من کامرانی، سلام گویم سلامی عاشقانه، سرود است و درود است و نشاط است و ترانه. و به نام خداوند جان و خیرد که به او سخن در زبان نگذرد، خداوندی که بالای و پست آفرید، زبردست هر دست را دست آفرید. دوستان، پدران و مادران، خواهران و دادران، شادیم از دیدارتان، از لطف و از کردارتان. بر منزل گلباغ لطف ای گلرخان خوش آمدید. سرفرازیم تا به توی نوجوانان آمده، امروز محفل ما را گرم کرده. اختران پرجلال خوش آمده. امشب در این کاشانه، در این تالار، در خاندان پدر مهربان، پدر پرفیض و پربرکت و مهمان دوست و فرهنگ دوست، یعنی صنعت دوست، عائله زندگی، عائله آوازدار، اهل عائله سیدوفا، پدر گرامی قدر اکای حسین که فرزند جگربند خود را در شاهراه زندگی شاملیکه، برادر قدردان ما قدردین جان را که در روی بخت تخت شاهانه دیده ارمان دل میشکنه، این اهل عائله، این پدر و مادر که چنین خرسندی نصیبشان گشته است، من از صمیم قلب از نام خود، از نام گروه آوازدار ذاکر جان اسحاقی، از نام برادران جنید جان، امروز جان، سند جان که امروز در خدمتند، از نام برادر جامی جان، نظام جان، پیدیکارم در همین جوزا دارد، بهر این دو نوجوان بهترین خوشی های زندگی را از درگاهی از نام پاک تمنا دارم. هیچ شب بچه این شب تو خوشبخت و هم خندانی، در این صحن عاشقانه تو شاه عاشقانی. مبارک این عروست شریک زندگانی، بادا راحتان سفید در راه زندگانی. این شب بچه این شب تو خوشبخت و هم خندانی، در این صحن عاشقانه تو شاه عاشقانی. از خدا داریم امید خانه آباد شود، از خدا داریم امید خانه آباد شود، هم صاحب فرزند و گل عروست شاد شود. این شب بچه این شب تو خوشبخت و هم خندانی، در این صحن عاشقانه تو شاه عاشقانی. بار دیگر توی در این خانه مبارک شود، شادی تویانه مبارک شود. امروز مادرها بانوان که در شام شریف بودن اکای حسین که فرزند خود را امروز در شاهراه زندگی گسل میکنم، مادران و منخیش و پیوندان، همه شما مادرها خوش آمدید. قدم های شما نوری در تاج سر. شاعر میگوید که آب روی اهل دین از خاک پای مادر است، آب روی اهل دین از خاک پای مادر است، هر چی دارد این جمعیت از دعای مادر است. آن که فرمود در وصف قرآن کریم، صاحب قرآن میگفت بهشت زیر قدم مادر است. ای بچه برای مادر یک قرصک میزنید. زنده باشین مادران، توی فرزند توی جگربندا مبارک باشد. پروردگار کند که در توی فرزندای همیشه عروس آمده یک جای خدمت کنید. زنده باشین. بار دیگر توی در این خانه مبارک باشد. میگویم که مادرم مهرم وجودم نور شمی خانه‌ام، زندگیم هستیم جانانه‌ام مادرم. مادرم با دولتت بادا مددگارت خدا، دستگیرت بادا آیت‌های قرآنی کریم. زن مادر چون عالیه حسن و روشنگر دل و دیده ما فرزندان میباشند. زنان در همه کار فعالیت دارند چون مردها برابر حقوق میباشند. بهشت جاویدان زیر قدم مادران باشد، رضای حق تعالی در رضای مادران باشد. مادر رضا خدا رضا است، گفتند بزرگان. دل مادر چون آسمان بیکران صاف و بی‌غبار است، از دستانشان مثل باران بر سرمان فیض می‌ریزد.
مهری مادر در سمای آفتاب است می‌درخشد، شعله‌هایش بر تن و جان گردی می‌بخشد. نگهبان شو خدا جان، مادرم را عزیزی بهتر از جون گوهرم را. کی بود پایه امن و امانی، کی بود محشری در زندگانی. زی او آبادی هر خاندان است، زی او شادبخش خلق جهان است. الها در جهان پاینده باشد، همیشه در لبانش خنده باشد. به نزدش سجده ها دارم شب و روز، به نزدش توبه ها دارم شب و روز. نگه دارش که پیری ناتوان است، که بار زندگی بر او گران است. مادر جانا خوش آمدید صدقه قدماتان. من صدقه پیچه سفید تمام مادر تاجیک میشم و پیش پای تمام مادر تاجیک سری تعظیم فرود میارم و تمام مادران تاجیک زبان را دوست میدارم. خوش آمدید. توی در این خانه مبارک باشد، شادی تو یا نه مبارک باشد. امروز در این کاشانه، در این تالار